پیدایش هالووین، چکور و شگفتگی ای عید مراسم های شیطان پرستی. مثال هر خیل لباس های شکل شیطانی و جنی و هر خیل پرسنش های شیطان پرستان را می پوشند و یک فریب شیرین شیطان برای انسان ها. یک عبادت روی راسته که شیطان عبادت میکنند. شیطان پرستان در این عبادتشان یگانچه قربانی نمیکنند برای بت‌هاشان، خود آنها قربانی میشوند برای شیطان. صحابگان پیامبر خون پاکشان ریزاندند، می جنگیدند تا اینکه بت پرستی را از زمین نیست کنند و یکتا پرستی را در روی زمین پهن کنند. و امروز ما میبینیم که چه خیلی حاکمیت عربستان سعودی میگذارد که در عربستان این عید را جشن گیرند. این در حقیقت یک قدم بزرگ برای شیطان و ارمیای او تا که به جوانان هجوم کنند و دلشان چنان فتنه پر کنند که نفهمیده شیطان پرستی کنند در نزدیکی های مکه. با درستی که در حیرت میمانی وقتی که میبینی مسلمان ها شیطان پرستی میکنن در نزد مکه. مردم بیدار کنن، فرزندانتان نجاتین ای خیل فریب ها.